Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk. سلام بچه‌ها. امروز قراره بریم بازار بزرگ و قرار شد بریم که اندازه نمیدونم اصلا قیمت ها چجوریه، ولی خب ارزون ترین لوازم آرایشی توی بازار رو میخوایم پیدا کنیم، بعدش بریم باش میکاپ بزنیم بریم. قراره بریم دنبال مریم و از اونجا با هم بریم. از اونجایی که خب سمت بازار بزرگ نمیشه ماشین برد، به خاطر همین ماشین رو اونجا میذاریم و با مترو بریم. دیدین چند ساله سوار مترو نشدم، امروز بعد از مدت ها میخوام مترو سواری کنم. بریم با هم ببینیم چه خبره. خب بچه‌ها من رسیدم خونه مریم، منتظرم مریم خانم از راه برسه و با هم بریم سوار مترو بشیم و بریم بازار بزرگ. بریم مریم خانم که میاد، نیم ساعت منو کاشته اینجا، همچنان منتظرم. مریم صدای پاش میاد، مریم خانم تشریف بیار. سلام علیکم. مریم خانم تشریف آوردن. مریم صدای پاش میاد. چه خبرها؟ سلام علیکم. خب ما رو میکردی 2 ساعت زود اومدی عزیزم؟ زود؟ بله. زود شیرازی آره؟ لباس خوشگله. کیفتو بردار خوش لباس چه بامزه. همدن گفت چیز خارجی. این چیز خارجی کجا هستی شما؟ خارجی ایتالیا. خارجی ایتالیا. بچه ها میدونی چقدر وقت سوار مترو نشدیم؟ آقام شارژ داره توی شارژ کنیم. موبایل هم داره خاموش میشه، انشالله که خاموش نشه، فیلم ها نصفه نمونه. اما خب باید کردیم شب تا ساعت 5 صبح بیدار کنیم. شب تا ساعت 5 صبح باز 5 صبح نخوابیدم اصلا. من 7:30 صبح بیدار شدم، ورزش کردم. چه ورزشی؟ اونم رفتم. منظورت از ورزش چیه؟ ورزش بدنسازی. خونه؟ آره برنامه گرفتم. بفرمایید. یاد بگیر تو مترو که وایسی 2 نفری وای نست یه طرف وایسی اصول مترو داری با مترو داری. ما خیلی استایلشون استایل چی شده؟ شما فرمتون خیلی میخوری که به استایل باشه. چقدر کریم فقط داره از خودش تعریف میکنه؟ من نگفتم، مربیم گفت. اوه کارتم شارژ داشت. از کی تا خدافظ. بچه فکر کنم من چند سالی میشه که اصلا کارتمو شارژ نکرده بودم، سوار نشده بودم مترو، ولی هنوز شارژ داشت و خیلی هم جالب بود. بچه رسیدیم بازار، خیلی شلوغه، پله.
من سال 64 سرباز بودم، خانمم اینا همسایه ما بودن، 3 تا در اونور در بودن. بعد آخرای خدمتم بود. بعد یه روز داشتم من اونجا پادگان می‌اومدم در خونه‌شون باز یک دختره تو حیاط داره باز شده. موهاشم توصیل سون. خاط می‌سرم کنه. همون دیدن، همون عاشق شدن. همیشه یه موقع با خانمم حرفم میشه تو خونه بهش میگم خدا لعنت کنه هر کی در خونه‌تون رو باز گذاشت من تو رو دیدم. آره ما ازدواج کردیم. سه تا بچه اونم میگه خدا لعنت کنه هر کی در خونه حیاط ما رو دیده. خاطر یه مو. آره دیگه همون دیدم عاشق شدم. نبم. دخترم ازدواج کردیم. آره. یه ساعت دارم حرف میزنم فیلم نگرفته بودم دکمه رو نداردم. بچه ها داریم میریم یه قسمت هستش میگن بازار صدف، نمیدونم کوچه صدف، پاساژ صدف. چی گفت بازار صدف؟ پاساژ صدف، بازار صدف. کلا عمده فروش هاست، یعنی یه قسمت هست کوچه مربیه. کوچه مربی بیشتر مغازه است و حالا هم لوازم لوکس داره هم متوسط، اما اینجا عمده فروشاییه که قیمتش خیلی ارزونه. مثلا اینجا ببینید چی داره میاد، چقدر ارزونه. خب رسیدیم اینجا پاساژ صدفه. بچه اومدیم اینجا که مغازه خوشگلیه، همه چیز صورتی. سلام. خوب هستین؟ آقا ما میخوایم یه پک ببندیم برای کانال یوتیوب، میخوایم یه پست بسازیم با ارزون ترین لوازم آرایشی، میخوایم یه میکاپ بزنیم. حتما در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. مرسی. این الان خیلی ترند شده، هایلایتر لبه. دستتون رو بیارید. ویتامین آ چشمی. خوشگله خدا. ولی رو لب اصلا به خوشگلی نیست. خیلی خوشگله. چه قیمته؟ دونه 55 تومن. عالی. تو چقدر ارزونه نظرتون آخه؟ هرچی ارزون تره. ما میخوایم میگم که یه کلیپ بسازیم که کلا با کمترین هزینه قیمت عمده است. خوشگله. 200 روژه. الان بچه‌ها ببینید این آقا این سته چنده؟ هم سایه است هم روژه لب هم روژه گونه. 220 تومن. الان یه پلتیه که هم روژه لبه هم سایه است هم هایلایتره، روژه گونه است، کانتوره، همه چی داره. سایه شاینه. سایه خیلی دارم ولی خب حالا می‌خوایم بالاخره یه ست اوکی کنیم. این چی؟ اینو باز کن. چه رنگایی. این خوبه، این رنگاش نوده چون من این رنگ نودا رو ندارم. آقا این چند؟ 200 تو می‌زدم پشتش هم سایه سبز بود. رنگ نودم هست، رنگ صورتی هم هست. دو سال چنده؟ خب ننوشته مثلا. دو سه رنگی‌ها 135. نه اون نودش. نوده 140. خب میشه این نودشو بدید؟ بتونم برم بخرم. منگاش یکیه. یکی نیست. کن دیوانه میشه خواهی که انتخاب کنی. ولی نه اون که پلت بود بهتر بود. نه چقدر پشتیش خوبه. نود میخواید باشه؟ آره. اون آرتسینه رو بردارید. کدوم؟ اونی که خرس روشه. عکس یه خانم باشه. اینو میگین؟ این؟ اینو باز کنم اگه این بساری رو به من باز کن. اون چیزه. دادی
قیمت 105 سال 20 اینا الکی گرونه. این استیل ثابت رنگش، بعد دو طرف هست، یه طرف ای زرد خدا. بینه، یه طرفش آینه معمولیه. چه خوبه این. ولی اینا اصلا با زیرش منو ببین. نه خودش رنگ منو داره. ببین. میگم دیگه الان کاملا ترند این. خیلی خوشگله. اینو بده. همین رنگو آره. خیلی خوشگله. هایلایت لایت. خب بچه‌ها ما خریدمون تموم شد. داریم برمیگردیم. بریم ببینیم رنگ لبمون مشخصه. رنگ لب خوشگلمون معلومه. بچه خیلی خوشگل بودیم. و چی بودی؟ گلاس بود دیگه. آره گلاس. خیلی خوب بود. دوستش داشتم. 50 تومن بچه خیلی خوب بود. بچه من خیلی خوشگلم. خدای کش منو از خودش تعریف میکنه. بخند خوشگلی تو ببینن. بخند خوشگلی تو ببینن. ببین دندونش تصادف کردم و تو تصادف بدون دندونم نشون بده نشون بده دندونم شکسته. میخواد بره ایمپلنت کنه. 2 ماه بیچاره همینجوری مونده. اگه امروز برداشت میکنن. بگین نه. چیا پیش گرفته؟ چطوری پیشیده؟